پروردگار میگوید استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پروردگار میگوید شما بر اسمان الهی پروردگار چنگ بزنید، همه متحد باشید، دست با هم بدهید، هرگز پراکنده نباشید. پراکندگی و نزاع و نفاق تمام بدبختی رو میارد. پراکندگی و نفاق و نزاع و اختلاف تمام بدبختی رو میارد، بالای سرطان میگوید. برای همین همیشه شما متحد باشید، دست با هم بدهید، در کارهای خیر همیشه تعاون و همکاری کنید. ولی در آیه دیگر میگوید استعیذ بالله و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. صدق الله العظیم. شما در کارهای خیر، در کارهای نیک، در آرامی، در عبودی همیشه سهم بگذارید. مردم ما و شما میگن از موریچه مدد. از موریچه مدد یعنی چی؟ هر کسی به اندازه خودش. شر نیست که همه توان و همه دارندگی رو صرف کنی، به اندازهش. چیزی نو چیزی هم باشد. اول قصه است که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام رو در آتش نمرود میپرتافت، بعد موسیقی رو دیدن که با همون نولش، با همون یعنی چیز نوگش یا که نولش یک ذره از قطره آب رو گرفته چند صد متره بالای اون آتش رفته ایستاده است. بودن چیکار میکنی؟ گفت که این آتش رو خاموش میکنم. گفت این آب یکی نوجه نورسیده خشک میشود، بوگ میشود. اون شرط نیست که این برسد اون آتش رو خاموش کند. اینجا من باید دوستی خود را نسبت پروردگارم و نسبت دوستی یعنی دوستی پروردگارم باید اظهار کنم، باید که تلاشم انجام بدهم. همین است. همین خیرخواهی شما، همین سعی و تلاش شما عزت و برکت در پیرانسالی و هنگام مرگ و در اون قبر، قیامت و قصرهای جنت می شود. میخواهید جنت آباد در آبادکاری، چه مسجد، چه مکتب، چه یتیمخانه، چه هر جایی که نباشه، چه راه، چه باغی. الحمدلله امروزا تمامی صاحبکاران در آبادی کشور یعنی فعال هستند. هر کسی به قدر امکانش چنده که توان داری. همین نجاتی، همین سبب سعادت دنیا و آخرت شما می شود. هیچ وقت مسلمان خیر و نیکی و احسان رو، نیکی رو باید کم نگیرد. برای چی؟ چرا باید نیکی رو کم نبیند و کم نگیرد و هیچ وقت یعنی بی‌پروا نباشد در این موضوع؟ به خاطری که پروردگار ما و شما، خالق ما و شما الله سبحانه و تعالی ذره‌گیر است. یعنی چی؟ با چشم سر دیده نمی شود ذره رو، با دوربین و دیگر دیده می شود اون ذره رو. اگر به مقدار ذره‌چه اگر شما نیکی کردید، پروردگار همون ذره‌چه رو قدر میکند، ضم میکند، جمع میکند، برایت برمیگرداند. هیچ ممکن نیست برنگرداند.